ارتش ملی قوت دولت هست. ما امروز با ارتش خودمون افتخار کرده میتونیم. همیشه وطن ما باید بچهای فرزندای ما در ارتش ملت ما دولت ما خدمت کنن، جوانا وطن دوست باشن. و من از جوانی هم که وطن دوست و وطن پرور بودم و در سرحدا در تا بدخشان رفتم خدمت کردم، این طرف تا طرفی رشتون زمین، تا وخیای تا غرم، تا کوههای بلند رفتم اونجا در خدمت ها بودم. استاد من سید امیر ظهورов گنرال پالکونیکی امروز اون کس در نفقه هستن. استاد بزرگی ما خدایقل همراقلov گنرال، سید انور کمالov خدا رحمت کند، نورعلی شیرعلی، ارکیدین محیدینov، البته امروز سید مومی یتیمov یکی از فرزندای مشهور بزرگی ما دکتری فنها اکادمیک هستند. البته رمضان رحیمزاده دکتری فنها پروفسور، شیرعلی میرزا گنرال پالکونیک. دیگر استруктураهای دولتی ما که مثال کار و فعالیت میکنند نسبت تینجی و امانی دولت و مملکت ما، البته این همش خودش از سرچشمه میگیرد از خود بزرگی رهبری دولت ما. خودشان بسیار به این اهمیت میتن، توجه ظاهر میکنن. و ما چند بار در کشاده شوی در اشکاشیم یک قسم حربی کشاده شد، اونجا رفتم من برنامه گذاشتم. در طرف های درواز، در طرف های پنجکین، در سرحد مسچاه ازبکستان، در این طرف در سری آسیا که من سرحد ترسونزاده سری آسیا اونجا سربازای ما هستند. و من راستیگه بگم فرزندای میگم که برای وطن جان نثار شوند و وطن دوست دارند. وطن خودش مادر است، وطن افتخار است. این وطن با ننگ و آر آباد شد. همه سربازای تاجیکستان، همه کارمندان ارتش دولتی، مقامات های حفظ حقوق تاجیکستان با روز بزرگ ارتش ملی تاجیکستان تبریک میکنم. به همه سرحدبانای کشور سلامتی میخواهم، همه‌شان خوشبخت باشن، سلامت باشن، همین وطن بزرگ و عزیز و محبوب ما دوست دارن، برای وطن همیشه جان نثار باشن. و کوه‌های توست ایمانم، سنگ‌های توست وجدانم، چشمه‌های توست چشمانم، تاجیکستانم. من که روز با تو باشم شاد، من که نام من رود از یاد، نام خود نام تو را خوانم، تاجیکستانم. 1973 سال در یکی از چست‌های اتر قزاقستان خدمت میکردم. این خیلی چست مخفی بود چون که سناریدهای خیلی زیاده، میلیون ها میلیون زیر زمین خوابیده بودن. پتورس میگفتن، چول و بیابانی که اطرافش همه سنگخوار بود، اصلا نه درختی بود، خشک و یک بیابان. خلاص یک روز قبل این فیلم قصه زندان پویک رو در این چست نمایش داده بودن و عسکرا و افسرا همه دیده بودن و از بس که شناختن باز این فیلم رو آوردن. وقتی که این افسرا با زن و دختراشون و فرزنداشون آمدن، بعد از فیلم کاپیتان دوبابینکا میگفت که رضاوی گولیاموف، یعنی عسکری قطاری غلام، چخیر شد که آخر شما وای فاشیست از بالا، وای افسر فاشیست از بالا با اتومات شما پاروند، آخر این قطار همه تیر خوردید، شما چخیر زنده موندید. من گفتم که میدونید این کاری پیراتکنیک است، این خب دشوار نیست. بعد فهموندم خلاص و نه گفت شما منو نفهمیدید، آخر تیر رسید کو شما افتیدید مردید آخر. بعد چخیر شما بهوش آوردن، چخیر شما زنده شدید. من گفتم آخ خدایا چخیر که این کدام عصر زندگی میکرده باشد این کاپیتان. بعد با فهموندم، اخیر نفهمید که نفهمید. بعد اولین مراتب دیگر همه ما سربازا رفتیم جایی که اولین مراتب از اتومات تیر خالی میکردیم به هدف.
باید اعلام کرد که انا حاضر به شما نشان میدهد انا اسفندیار غلامov که چقدر عسکرای نیمیس کشت در جنگ جهانی دوم. من گفتم ای خدا این چه آدم است. من 47 سال تولد شدم، بعد از جنگ جهانی دوم این آدم میگوید که من چقدر نیمیسای کشتم. بعد گفت خب рядовой Гулямов занять позицию. خلاص من خوابیدم و автомат دستم. بعد تعریف میکرد که انا حال میبینید و وقتی بعد من به هدف رسید 9 و 8 و 10 و خلاص یک وقتی وای آورد نشان داد گفت انا دیدید من گفتم که این چقدر نیمیسای کشتگی است. بعد برد به کماندیر چست. خب گفت که من از همه بهترین هدف برسید اسفندیار غلامov. در من به درجه یفریتر دادم و بعد старший пулеметчик تعیین کردن. انا اکنون هر وقتی که تریواگا میشد همه با автомати سبک میدوند. من این پولمتی که همش آهن است خودم اونقدر جان ندارم با این پولمت میدویدم. من خلاص همین خیلی 1 سال خدمت من به انجام رسید. به جوانان گفتنی هستم که بگذار یک کمی سختی باشد، دشواری باشد در خدمت، ولی ما باید صادقانه به وطن به کشورمان خدمت کنیم. در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در خشونت‌های سرحدی خدمت خود را ادا کردم. وقتی که ما در صف قوای مسلح ادای خدمت وطن میکردیم با ما افسرامون یعنی کماندیر روتامون، کماندیر وزودامون با ما مصلحت میدادن. میگفتن که این 2 سالی که شما خدمت میکنید خدمت خود مکتب مردانگی است. برای همین وقتی که شخص خدمت میکند بعد خدمت و علاقه با همه پستی و بلندی زندگی قریب که آموده است. و من با اون نفرایی که خدمت نکردن توصیه میدیم که حتما خدمت وطن مادر رو کنن، چون خدمت وطن مادر این قرض هر یک جوانمرد است. مثلا حیات خدمت خود یک حیات عجیب است. لحظه رو باید میرم. مثلا وقتی که من نو به خدمت رفته بودم در روتای ما قریب 50 نفر بودن و از بین همون 50 نفر من با 2 نفر خیلی اونس گرفتم. ما اونچنان برادرای جانی شده بودیم که تمام کاری ما در یک جا بود. عجایبی کار همین بود که با ما لقب مونده بودند. ما رو اکتیور میگفتن و دوستی دیگر هم از قرغون تپه بود و پرسیدن که تو چیکاره؟ گفتم ما ماشین تعمیر میکنم و ماتریس. گفتن تو ماتریس؟ و یک از دیگه مون از ناحیه همدانی بود از مسکوسکی و شیلاخور میگفتن. بعد چی میشد با همه هر سه ما اکتیور ماتریس شیلاخور اینجا بین با حیات همه خیلی عجایب بسته. باور کنید استوارم چون ستون سرحدی در خطی دیوارگون سرحدی بگذرد با افتخار بیکران خدمت من در قشون سرحدی. بهار سال 2021 از تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام عبدالقاسم لاهوتی به خواهش خودم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت را آغاز نمودم. خدمت مکتب مردانگی است، مکتب جسارت است. پیش از خدمت رفتن بسیار فکرها در سر بود که چخل باشد، خدمت چخل میگذشته باشد. به همین فکرها به خدمت رفتیم. خوشبختانه با سری بلند خدمت را پس سر نمودیم. عین حال خودم را خیلی خوشبخت حس میکنم که درس جسارت و مردانگی را از این مکتب بزرگ آموختم. خدمت برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان هم قرض است و هم فرض.
خدمت مادر وطن قرض است و فرض. من شدم لایق به این قرض وطن. ننگ من با آر او پیوسته است. پاسبانی میکنم مرز وطن. تماشابینانی که این حال ما رو تماشا کرده ایستادند، دعوت به عمل میورم که خدمت مادر وطن را حتما پس سر نمایند. آن نفری که خدمت مادر وطن را نکرده است، از بین چند سال میگذرد حتما پشیمان می شود. نفری که این مکتب مردانگی را پس سر کرده است، هیچگاه پشیمان نخواهد شد.